امروز کره زمین از دست ما به فریاد آمده. دریاچه ها خشک شدن، آبها خشک شدن، اکوسیستم زمین به هم خورده، جنگل ها آتش میگیرن. این آتش از کجا میاد؟ روی داخل این جنگل ها میافتد. صدها نفر بی خانمان میشوند، صدها نفر جان خود را از دست میدن. میگه بر مظلوم ظلم نکن، بیندیش و آخر ده تنگی بود. مامورین یک حیوانی را اونطوری بی محابا با گلوله نمیبندند که انسانهای نمازگزار را، انسانهای بیگناه را به گلوله میبندند. اینا بشر نیستند. افراد نگویند ما قدرت داریم، همه را نابود میکنیم، زیر لاستیک های ماشین اونا را له میکنیم، خدا شما را له میکنه. تکبیر! بترس از روزی که تنها تو هستی و خدا. و در کشور خود ما من بارها این جمله را گفتم که یکی انسان ارزش ندارد، یکی پول ملی ما. پول ملی ما، یک بنده خدایی که میخواد برود، بچهش مدرسه میرود، لوازم و تحریر دفتر و امینا را بگیرد، در میماند. 7 میلیون 6 میلیون حقوق میگیرد بازنشسته، هم بچهش پول دانشگاهش چی میشود، پول مدرسهش چی میشود، لباسش چی میشود، خرج و خوراکش چی میشود، کرایه خانهش چی میشود. ما فقط بمب بسازیم، موشک بسازیم، اسلحه بسازیم برای نابودی انسان ها، و اینجا چرا قلم نمیسازیم، چرا دفتر نمیسازیم، چرا اینا رو به اختیار مردم قرار نمیدهیم؟ امت و ملتی که سواد داشته نباشد، نه حق دیگران را میداند و نه حق خود را. یکی برای ریاست جمهوری کاندید میشم دیگه همه را ما گل و بلبل میکنم، چنین و چنان میکنم. بعد از 4 سال میگن 4 سال که نشد، 4 سال دیگه من اگه انتخاب بکنید دیگه این دفعه دیگه کل کشور بهشت برین میکنم که هیچ کسی در اینجا نیازی به چیزی داشته نباشد. این 4 سال دومش بدتر از اولی شد. چه بسا انسان هایی که امروز فقط به مردم دروغ تاویل میدن. یک کسی که به نمایندگی ثبت نام میکند، من بارها گفتم از همین ابتدا دروغ شروع میکند، من چنین میکنم، من چنان میکنم، تا حالا کسی هیچ کاری را نکرد. با این سیاهی پیشانی نیست که تو متقی و پرهیزگار و مسلمان هستی. التقوا هاونا، التقوا هاونا، التقوا هاونا. تقوا در اینجا هست. ریاکاری نکن، این خباثت ها را کنار بگذار. از برون تا نزنم بر بایزید، از درونم شرم می‌دارد یزید. چند سال پیش از این ما شنیدیم که در مرز افغانستان و سیستان و ایران دیواری میکشند. دیواری. همون زمان من فایل صوتیشون من گفتم این کار بیهوده و احمقانه‌ای که در کنار مرز ما قرار میده که دیوار بتونی درست میکنید، این حماقت شماست. تکبیر! به جای دیوار بازارچه مرزی درست بکنید تا مردم اونجا بروند، به راحتی صبح بروند، غروب به خانه خود برگردند، نان روزمره خود را در بیارند. این دیوار شما دیوار خیلی احمقانه است. روی ریگ ساخته اید، شنم ریگ روانه، یا آب را میبرد یا باد. این دیوار شما میافتد. ضمن اینکه حصه زیادی از کشور ما اون طرف دیوار است. الان برآورد کردن 2000 هکتار زمین اون طرف دیوار مونده. اون کشور افغانستان گفته این مال منه، شما مرز خود را خودتان مشخص کنید. 2000 هکتار زمین مرغوب سیستان را ما به حماقت چند نفر از دست دادیم. به حماقت چند نفر. مدیریت داشتن اما سوء استفاده کردن از این دیوار. چند نفر دزد، پولخوار، راندخوار بودجه کلانی گرفتن. بعد بالا که نمیدن دیواری میسازیم که جلوی مواد مخدر میگیریم، جلوی کالای قاچاق میگیریم، چنین و چنان میکنیم. اینا هم از بالا بودجه دادن، 1/4 را دیوار ساختن، 75% را خودشان خوردن. دل را خوش کردن که بله ما دیوار ساختیم. دوباره دیدن که اونا گفتن نه دیوار مرد مشخص این طرف کسی حق ندارد. کشاورزان سیستان را کارت سبز دادن. کارت سبز هم الان دیگه بی اعتبار شد. گفتن مرد شما همون است که خود شما تعیین کرده. های بلوچات کشور را تجزیه میکنن، یا این انسان های دزد و خلافکار و بی تدبیر. بلوچ دنبال تجزیه ایران نیست. تکبیر! آل سنت دنبال تجزیه نیست. من چند دقیقه قبل گفتم
همیشه ما به حق وتوی چین و روسیه دل خوش کرده بودیم، 3 تا جزایر ما را مجانی به امارات عربی واگذار کردن. ثم بزرگ و ثم کوچک و ابو موسی. الان ما اعلان میکنیم هر کسی در ابو موسی خانه میره و زندگی میکند براش مجانی خانه میسازیم. الان که اون بزرگواران اون واگذار کردن اونجا، الان ما خانه میسازیم. الان ما که جزایر از دست دادیم، الان برای داوطلبان اونجا خانه میسازیم. بازم گفتم یک وجب خواب خود را ما برای دیگران واگذار نمیکنیم. به حکومت امارت اسلامی افغانستان هشدار میدهیم اون 2000 هکتار زمینی که مال سیستانند و مال مردم بلوچند اونا را برگردانید. تکبیر. اونا زمینا مال مردمند. شما حدیث میدانید بزرگواران که یک وجب زمین دیگه کسی را بگیرد روز قیامت خداوند 7 طبق زمین به گردنش میاندازد. اون زمینا مال ما متعلق به ملت ایران. حالا آب که نمیدهید زمینای ما را که نگیرید. اگه آبی به ما نمیدهید زمینای ما را دیگه تصاحب نکنید. زمین مال مردم. ما را این کشاورزان بیچاره هستند.